مرد قانونمنده، جلوشو نمیتونی بگیری. اینجا کشکی نیست که. برو زندگیتو بکن. یه همچین خبری رسیده، الان چیکار کنیم؟ هیچ، زندگیتو بکن. چرا انرژیام قفل میشه؟ از صبح تا شب بلند میشم حالم بده، وای وضع مملکت بده، خیلی خطرناکه، الان باید چیکار کنیم؟ زندگیتونو بکنین. ترسیده از یه چیزی، انرژی خلاقش تعطیل. در چه وضعیتی قرار میگیره؟ survival mode، وضعیت بقا. باید جون خودشو فقط نجات بده. همه انرژی‌ها تعطیله، افت کرده به پایین‌ترین سطح انرژی. بقا، ترسیده. اینو میشه بهش خط داد، میشه هدایتش کرد، میشه به اسارت کشید، میشه هر کاری باش کرد. این هیچ بخاری ازش بلند نمیشه. خیال راحت. چرا با جمعیت جهان این کارو؟ چرا همیشه ما باید از یه چیزی بترسیم؟ اتفاقیه؟ نه. وقتی انسان‌ها همش ترسیدن، یه خبر جدید ترسناک بدتر، همه ترسیدن، همه منفعل هستن و هیچ بخاری از کسی بلند نمیشه. انرژی‌هاشون صرف چاکراییه که باید بتونه زندگیشو حفظ کنه فعلا. این آدم روش زب در بکشین. هیچ انرژی مثبتی نمیتونه ساطع کنه، قلبشو نمیتونه باز کنه، ایفای نقش نمیتونه بکنه، درساشو نمیتونه بگیره، اصلا تعطیل. هیچ. دائم باید مردم جهان ترسیده باشن. پس حتی اگه خبرای خیلی بدتر، خیلی خطرناکتر به ما رسید، میدونیم انگار اشتیاق ما باید بیشتر بشه. حال بده، فضا بده، خبر بده، پس شما باید بهتر، خوبتر باید بشین. و اگه خیلی اخبار بده، شما باید خیلی خوبتر بشین و خیلی مشتاقتر، پرشورتر. جدی بهتون میگم، هر چقدر شما آگاهتر و بیدارتر میشین، عکس العمل ها تغییر یه جور دیگه میشه. اصلا انگار هر عاملی که حس منفی میده عاملی میشه که شور بیشتر به گردش در بیاره. اینجوری میشه داستان. ولی قربانی میشیم. شما الان دارین نفس میکشین، قلبتون میزنه، زیر خاک نرفتین هنوز. فرصت پرشور زیستن هست، حتی اگر زیر آواری از مشکلات باشین. چون وقتی همه چی خوبه شما خوب باشین هنر نکردین. وقتی همه چی خوب نیست شما اگه خوب باشین خیلی هنر میخواد. وقتی همه چی خوبه شما هم خوب باشین، این که کاری نداره که خب همه همینن. ولی این که وقتی هیچی خوب نیست شما خوب باشین هنره.